پرسیده بود آیا دریا زن است یا مرد؟ گفتم این چه سوالی است؟ دریا نام دختر است. آیا توجه کردید وقتی که به بالا نگاه می‌کنیم آسمان، خورشید، ستاره، ناهید، زهره، مهتاب، باران به نام خانم هاست؟ به دریا نگاه می‌کنیم مروارید، صدف، موج، پری به نام زنان است. به باغچه نگاه می‌کنیم شبنم، مریم، نسترن، رز، نرگس، یاس، نیلوفر و لاله به نام خانم هاست. به دشت نگاه می‌کنیم آهو، غزال، گلشن، کژال. به دل کوه نگاه می‌کنیم طلا، سیمین، زرین، الماس، یاقوت به نام خانم هاست. و به تن نگاه می‌کنیم نفس، جان، گیسو، کمند، طناز، ماهرو به نام خانم هاست. از همه بالاتر این چه ابهت و حکمتی است که خود کلمه دنیا هم به نام خانم هاست. حتی نام ایران عزیز ما هم مختص خانم